سلامی که دلم را با نور پیوسته، سلامی که زندگی از تجلد زیباست، سلامی که سکوت از سکوت کوكب هاست، سلامی که نمایت نمای باران هاست. سلام و درود به پایان بیننده های عزیز و مخلصان. من امروز آمده ما به ناحیه پسترگان و دهه آقسای دو که مردم آقسای زمین از این جایها جای و ساکن شدند برای تبریک کردن یکی از آن ابرمردان که برای فرهنگ و معارف نسل نورس حصه خود را گذاشتند. یکی از آن انسان‌های کهنسال الهمین محله و دهه برای تبریک کردن تخت مرادمک اسدف را امروز با جشن 73 سالگیشان یکی از آن استادان معلمان فداکاری کسب خود را امروز ما از نام فرزندان نبره ها تبریک میگیم. یک چند لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید با شبکه شهر. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم صاحبان خاندان. من امروز ما فهمیده کافتا آمدیم از خودی عربی سمرقند زمین و در خاندان تخت مرادمک امروز ما مهمان شده ایستادیم. ما رو وظیفه‌دار کردن فرزندان عزیز که در این خاندان روزی زادروزی باباجان عزیزی ما که شاه سلطانی طلایی هستند. من عیانشان نیستم، شما همه طرفشان هستید. امروز جشن زادروز دارن صمیمانه تبریک به آمدیم. تخت مرادمک اسدف یکی از آن نفرانی که فدایی کسب خود من تا حال امروز نم چند ساله شده من با سهش گفتن و سرش نگفتن 23 می نه حالی 37 ساله که دمانید کنیم براسه امروز انا همین مردی جواندیل و برنادیل جشن زادروز دارن، جشن مولود خجسته دارند. امروز شما را صمیمانه تبریک میگیم. استادی عزیز معلم چندین شاگردان خود تا حال که من در دم پیری هم در مکتب فعالیت خود را دارند. فرزندان خود را با مهنت حلال با نام نیک به وای رسانده صاحب معلومات عالی گشته. من هر یکی آنها در جاده در شهر سمرقند در حیات جاده خود را دارند. امروز فخر میکنند که فرزند این خیل پدر هستند، فرزند این خیل مادر هستند. شما را تبریک میگیم. اولا بار با این خیل جشن مولودی خجسته‌تان با این خیل فرزندان فرزانه را برای تبریک کردنتان شما را تبریک میگیم. اینها که با یک اعتباری زیاد گفتن که با اینقدر دوست می‌داریم ابرمرد خاندان را، پدر که شاه سلطانی اصیل ما هستند. می‌خواستیم که هیچ وقت خسته نباشند. حاضر در وقت پاندمی و در وقت کسلی فهمیدیم که برای انسانیت پیش از همه سلامتی بوده است. ما می‌خواستیم که بابا جانمان همراهی اشور جان بیبی 120 ساله شوند، حاجی بابا و حاجی آنه شوند، پس از آن باشد ما گوییم که شما پیر شدید گفته تا آن دم باشد اگر دمی پیری را همجایه بینند. ما دوست می‌داریم. برای بابا جانم رسانید که ای پدر ای مایه فضل و کرم وصف نامت تا به گردون‌ها برم کیست غیر تو اندر جهان می نهد دستی مروت بر سرم. ای پدر ای شاه ستونی خاندان وصف نامت لایق صد داستان خامه ام عاجزی توصیفت بود ای حلیم و ای بزرگ و مهربان. امروز تخت مرادمک ما میدونیم که از کلان سالان یک سخن‌های نیک است که هر یک مرد به درجه عالی رسیدنش به پیشتش به زن میستاده است و انا همون زوجهشان میستادند. امروز انا همون اشور جان بیبی آنها جان عزیزی خاندان هستند که من بابا جان عزیزی ما جوان و برنادیل گفته نبیره ها تعریف کردند. برای آنها جان ما برای بیبی جان ما رحمت میگوییم که انا خیل بابای ما را جوان و برنادیل نگاه میدارند. رحمت هر دویشان دمی پیری و دولتی پیری را بینند. ما همین سالهای آینده با یک نیتی کلان کردیم امروز زیارت کعبه و فرستاندنی بعد یک تا حجاشی کلان کرده می رسانه کلان سمرقند با حجاشی کلان کرده مهمانا با یک توی برین بزم جمشیدی میکنیم. ما آنها را دوست می‌داریم. برای بیبی جان ما رحمت گویید که برای خوردی آن نان‌های با لذت می‌پختند، آن طعام‌های با لذت برای ما تیار می‌کردند. برای بیبی جان ما رحمت، هستی‌شان برای ما بخت و تخت و دولت است. ما
سر تاج طلایی نمیکنیم، هر دوی آنها برای ما تاج سری طلایی ما هستند. مادر تو شعری بهترینی من، تو عطری از زمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نهایت کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد بگرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. امروز بیبی جانی عزیز اشور جان بیبی حاضر همه امک جانی ما را یک تا خشتره کرده از نام خود از نام فرزندان تبریک میکنیم. مهمانان ره دور و نزدیک آمدگی، نیوره ها، بچه ها، نیوره ایوره ها، اولش الله شکرانه ها میگویم، هر پگاه هر روز شکرانه ها میکنیم که ما به همین روز رساندگی الله در بیعدد 100,000 مرتبه شکرانه. شکر الله فرزندامون در دور و نزدیکند، نیوره ها ایوره ها کلینا هم یکاشون خش تبارا هم یکاشون در پناهش نگاه دارد، در جایی که باشند در امان خدا باشند. من امروز زادروزی بابا جان نیوره هم پدر بزرگواری فرزندام 50 سال باز ما یک جهت عمر گذرانی کرده ایستاده ایم. میخواهم که هیچ از وی نیستم، من خفه نیستم، چون که هر جامون یک جایی در دنیا در اویله سختی بلندی و پستی دارد، کمی و بسیاری نورسایی دارد، به همه هوایی ها چیده کرده. هر دیامون من همه فرزنده تا حال قدرت خانوندیم، از دستشون کار نیامدگی کردیم. بی عدد شکرانه، شکر الله که به همه روزا رسیدم. اگر به دنیا دوم بارم، اگر دنیا در بیامدگی باشه، من حیاتم ناریزو نیستم. هزاران روزا شکرانه. دوماتم من برآورد پسرم فرزندم، دوماتم هم ایدگاریشون نه حرمت و عزت جاش نمیبیارن. خش و تبارویم اوسونهایم همه‌شون چون اپای خواهرو من 50 سال بعد مگر من خوجاینم که زندگانی کرده باشم یکم بار گپ خطا نفت شنیدیم. همه خش و تبارو هم افقایم الهیم تا آخری عمر خدا باقی چند سال دیگر عمر گذرانی کنه، شکرانه کرده به همین گذشتنیزم. الهیم در سر ما همین بابای نویره هم و پدر بابای بزرگوار فرزندان سلامت باشن، 100 ساله شوند و آمدگی همه مهمانان رحمت کلام رحمت سلامت باشن. استاد اسدов حاضر تا شما پیش ما برآمدن، خاله جان دویده برآمدن و پسر جان یک تعنامی من برای آن همین بابا جانی نبیره های من، برای آن همین پدر فرزندی من حاضر خودشون هم قید کردن، تاکید کردن که اگر باری دیگر برای من دنیا آمدن نصیبم کند، اگر من به یگان شبهه آن همین کسب رازیگی میکنم و صاحب این خیل فرزندها شدن برایشان رسانید که اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم، اگر ارزی نیازی من همه سوز و گدازی من به گوش تو نمیفارد تو را من دوست میدارم. واسه گفتم که سر اینجی قیام هست، سر اگر که من در خانه یگان خیلی گپ و پست و بلند زدگی باشم اوزورو من که چندین مراتبه از من پرسن ان همین امک جانتون همین استاد رو من به یگان شبهه انتخاب میکنم. رحمت برای شما. این که از خودشون یکی از آن انسانهای فخر ان همین اقصای دو، یکی از آن انسانهایی که معرفت و مدنیت و تمام معارف را همراهی خود حاضر و ناظر گرفته در مکتب ها برای نسل نورس علم و معرفت را همراهی خود میدهند. استادی عزیز عمرتان دراز باشد، عمری درازی سعدیانه را، کیفیتی خوششقی خیامانه را تمنا میکنم. بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت، بخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برایت. حاضر میبینیم که در سر این دسترخوان این روزها غنیمت است. هر یک لحظه هایی که هست در زرورقان تاریخ مهر شده ایستاده است. در اینجا میبینم برادران شما هستند، گفتند که این برادر ما یک شاخستون هستند، برای ما مصلحتچی کتابی پند و اندرس ها هستند. از هر یکی آنها سخنهای نیکشان رو میشنویم. مرحمت. حسین جان من سوگو من ایواره ها هست، نیواره ها من خوش کر
mana چلیکی زوقه من اولی من بیوس از من نهایت منادار بودم من نهایت خرسندم که معلم نهایت آدم نازک میشه چون که معلم رو البته سر روی ور نگاه کم نکرد البته کرتی تازه که طرفتنشون نکرد من هزاران رحمت از همین اویلم که همین زیقیگیری ما رو معلم رو همه کمبودی های رو پیشروی کننده به همین درجه رفتم ما 7 فرزند اکنون پدر و مادرش هستم من هستم همین خیلی از نام همون فرزندو چی گفتنی هستم شعر لایق رو میگم 100 جان و دل فدای یک مدای مادر کشایش آرد دست دعای مادر زی ثروت و زی شهرت گر به فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر مادر را حرمت کرده آدم هیچ وقت خور نمیشه دوام شه گفتم میگه از کلان سالان سخنهای نیک را میشنویم. مرحمت. Assalomu alaykum mehmonlar, jiyano, akao, uko, kelino. Man imroz rozi barodari mo, muallim, tarbiyagor. این کس چند سالا در این مکتب میاد تربیت بودن دیرکتور مکتب شدن تربیت بودن شاگردان بسیار باجا آوردن باز ینگم بودن و سخن کردم من رو چرخفت ایران ینگم خدید تا آخری عمره سر به سر بیاره نوره های جیانای سر کلان کنه عمر دراز به ساق سلامت شده رحمت رحمت سلامت باشن. حاضر تا آمدن شعراش که ما را پیشواز گفتنه ادا تبریک کنیم. مرحبا. داماد با جایی از نام خود و از نام فرزندان تبریک بگم. مرحبا. حسین جان رحمت اسد و کنی ها همراه اسد و شعر تیار کردیم اکنون شعر اسد و گفتن که فرزند کلان استاد محترم مادری محترم فرزند کلانشون معلمه اسد و نمک در کامها شیرین ترس شاد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد پدر در کودکی با شوق دل دستی پسر گیرد با امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد. پدر بزرگوار استاد محترم از نام اویلا از نام مهین جان داماد و اویلای داماد ما شما را با همین روز تبریک و تهنیت نموده با شما پیش از همه صحت سلامتی در باز در ایجادات و در همین تربیوی کارهای شما موفقیت های بی‌نظیر الهیم همراه مادر بزرگوار عرشه جان بیبی خوش پیر شوید ما هم وقت ما هم به سایبان شوید ما هم در خدمت شما باشیم. رحمت معلومات السلام علیکم مهمانای عزیز من امروز در خانه پدر عزیزم روز تولد جشن 73 سالگی پدر بزرگوارم جشن گرفته ایستاده‌ایم. پدر من چندین سالها باز در مکتب رقم 19 و مکتب 23 دیرکتور مکتبم شده در ساحه معارف نهایت کارهای بزرگ کرده‌اند. یکمین شده در مکتب 19 مکتب تاجیکی برپا کردند که تا حال حاضر من جوانها تحصیل علم گرفته در ساحه‌های گوناگون ازبکستان در جمعیت جای خود را گرفتند. پدرم اعلاچی معارف می باشند. حق استاد از پدر بیش است بیکار نگفتگی بودیم. من خودم من در ناحیه سمرقند چندین سالها باز معلمه شده کار میکنم. فهمیدم که چقدر کاری پرمشقت است. گرچنده که کاری پرمشقت باشد هم نهایت شاگردهایم من یکی از شاگردهای بهترین من حسین است که
من در اینجا اشتراک دارد. با فخر میکنم که همه خیل شاگردها دارم. فخر میکنم که همه خیل پدر و مادر دارم. من خواهرم زبریسا در شهر سن پتربورگ در اینجا اشتراک ندارد. دادرم سعید مراد، جیانهایم در دیگر و درهای دور. یک تا خواهرم یک وی شد به نزدیکی اشتراک ندارد. از نام آنها پدر و مادرم را تبریک میکنم. شاهستون خاندان شده گردن. سالهای سال من امکام و اپگای باز مهمانم نهایت مول بودن. ما همه وی کدیم حضور من کمک ماندگی باشم. من همه جشن گرفته ایستادیم. الهو 100 ساله شوید. نیوره و ایوره و چیوره دیده پیر شوید. 100 ساله شوید. ما با آمده همه خیلی حسین کتی با پیشواز گیریم. ساق و سلامت گردید سری ما با. من یک نیت دارم که پدرم مادرم من نماز میخونن. آنها رو به آینده ما همه فرزندان اینها رو به مکة الله فرستاندیم و هم به یک نوبرزنده توفه کردگی که همه تبریک کردیم. میسپارم وزیر. مرحمت. تحفه های ارزنده و زیبنده کتابی از همه قیمت بهاترین گران بهاترین کتابی قرآن برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده است. بهر پدر آماده کردن. مبارک باشد. جشن زادروز را مبارک باد میگیم. البته تبریک میکنیم. یا شما استیم کنی اینها یک در توی ما خدمت کردیم. دانستیم که انسان های معارف پرور و سخندان در هر کجا که باشیم همه خودش تگی کوبه میشنیم. ما همه ما از آنجا ریشه گرفتیم. آبی زلال چشمزار کوهساران زبان ما رو برو میکرده است. به هر یک ساکن دهه های کوهنشین میکروفون بلندگویی گرفتیم. البته با یک لفظ شیرین زیبا تبریک میگن. حاضر خواهر نازنین تبریک میگن. مرحبا. رحمت کلام. اولا برای سلام علیکم مهمانان میزبانان گرامی. خیش تبارک خوش آمده. پدر جان عمری دراز رزق فراز فقط در سر ما صحت باشید سلامت باشید. از نام اپایم سوپینیسا که غم دارن و در اینجا اشتراک ندارن. از نام اویله شان و پدر بزرگم صحتی سلامتی. از نام شوهرم شکر جان دامتشون. از نام اکم سعید مراد، جانم سعیاد، خواهرم زیبونستا که در اینجا در راه دور اشتراک ندارن. با پدر جان عزیزم عمری دراز رزق فراز صحتی سلامتی. ما خردکک بوده. پدر ما نه فقط پدر آموزگار دهکان با ما با هر مشکلی های زندگی رو یاد دادن. همه وقت در سر ما سایبان شدن. پدر جان عمری دراز صحتی سلامتی 100 ساله شوید. با همراهی مادرم حقیقت همه خیل این روزی کمتون همه خیل باشد. صحت باشید سلامت باشید. چقدری که گپ زنن و گپ تمام نمیشد. به حق پدر عزیزم حاضرم پدر جانم در مکتب 19 از فن خیمیا بیولوژیا درس خود آمده سیم. همه وقت همه خیل سرفراز باشید. همه وقت همه خیل 37 ساله شده گردید. پدر جانم عمری دراز. در اینجا باز یک نبیره شما بودین. مهینایتی خواهر نازنین خودش از نام همین ها اومدیم تبریک کنی. میخواهند شما را تبریک بیان. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. بابا جانم زادروز مبارک. الهیم همه وقت انم خیلی یاش شکک شده ساخت سلامت گرده سر ماده همه وقت. من فخر میکنم که هم خیلی من بابام هستم. جدایم بیبی جانم بابا جانم الهیم ماهان جدا هم فخر میکنیم. ای پدر جان خاک پایت میشوم. وقتی پیری من عصایت میشوم. با همه بود و نبود زندگی روی حولی کفش پایت میشوم. الهیم ساخت سلامت صحتمند باشند. البته
مبارک باشد. جشن مولود را مبارک باد میگیم. میبینیم که در اینجا باز تحفه های ارزنده و زیبنده است. بهری اینش بیبی جان با اینش بابا جانشان با باز یک کتابی قرآن. اینش باشد برای بیبی جانشان، برای آنا جانی مهربان دعاگوی. الان بالا بمانیم که مرحمت احتیاط میکنیم. حاضر استادی عزیز از هدف از شما میپرسیم وقتی که توی عوض جان بود شاگردتان پهلوان یکی از آن نفرانی که در جاده دولت روسیه جای خود را گرفته آمد فخر شما که با مهنت شمایان با دعاهای شمایان در توی انموک از ما در خدمت بودیم و در آنجا مراسمی تورتوری بود. هر وقتی که من حاضر آنا جانی عزیزتون که 50 سال شده است توی موبا آیلدار شده موبا در شما من تورتوری بود می نمی تورت می بریدیم می نبوده. حاضر الان ارمان ها را میشکنیم. کارت را نزدیکتر بیارید و نزد امروزه جوانان بیم خطا نمیکنیم. و نزد امروزه پدر مادر مهربان کارت را نزدیکتر مرحبت میکنیم از تو را بیاد کرده زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. ارمان ها همه شکنن همه نیت ها جامعه عمل پیشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. بیگزار 120 ساله شدید بعد به عهده گرفت دمی پیری را یعنی تاعت ها از اینجا دوره را وسیع‌تر بشویم. سعید احمد اکا شما هم تکلیف میکنیم هر دویتون حتی سخنهای نکوش نمیم مرحمت نزدیکتر بیم کنیم برادران امروز روزی خورسندی است برای پدر نیتهای نیک کردن به ارزت مرحمت. اینا امروز زادروز پدرم استاد هم پدر دادا جان عمر دراز خورسندی هم وقت سیاه سلامت باشه دستاری مو که نیکتای نیک دوره همین سال 22 همش به عمل رسد. چی میگیم؟ اینا اکم اکم جانا موزه نیست امنو هوایو شما تبریک کلام میکنم. ای دوامش اینا اکم گم میزنه گم Assalomu alaykum. Memnunum. Hammaotunda rahmat. Ina man chand sol niyat mekardam ki ham darajani dodimda uspet kardiyum. Na amisol Xudodan shukr rasida omade. Chi megum dodo sadda duroye. Umri daroz bine. Sihat salomati faqat da peshi onamno da peshi dahani sarimo faqat shmo ягон ҷудодон дар накарда саломат боше. на акам дараи дурам ман телефон кард гуфтан табрик кун гуфтан шумо ҳам гап заде ҳоли бо телефон мекунам ба номи акам ба номи апам зебинисо акамно саидмурод акам саёд ҳамашон
نه سوپلیسو افهمم اگر اینجا کپو هر شدگی بود ایلویم ای دیراجین اونتوندا هممون یک خیل اومده همین دو موتو نه اومده یعنی هم نیوارا دو موتو مول شویم هیچ وقت کم نشویم پوچو اومده یعنی اماکیوم چند سالو یکون با خاطرم روسیکا ما خاطرم رومندگیس نکه خیلی جمع نشده بودیم ایلویم فقط هم خیلی جمع شویم همیشه اینم خیلی آدما دائمی سرمون باشن اینم خیلی آدما ما هر زمان اینترنت ها تماشا می‌دیدیم رحمت کلام نه نیت داگی بودیم اومده ما روسیگا بیاگر هیجان کردم لیکن خونم خودمون نم هیجان نکرده بودم ایزو اونجا شما در همین کشی دودم نو سیاست سلامتی شود فقط خندیده گردی اونم همین تا خندیده گرده دنیا روشن میشه براسی من براسی همه فرزندان خوردی کلام سلامت باشه دودو خوشحال که در اطراف پدر مادر پروانه هستند همچون پروانه در خدمت هستند آنها تبریک میگویند مرحمت السلام علیکم خوش آمدید روزی پدرم $100 عمری دراز بینه نه سلامت Ubi dalos bide. Tati baba tattı. Машинка габзи. Baba tabrik ko. нам табрик мекунем Поздравляю. Поздравляю с днем рождения. С днем рождения поздравляю. а камера Дедушки день рождения. Babacan tabrik. باباجان من نگاه کنم مرحمت Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Shu kavsanaytun bojan tabrik. این زورش نمیشاده از قلب برآمد خوش Ayno bevara choho. Robia khor. Ako bir. Mubina. Galbaho tabrik kalon bo kalon sadra. Umri daroz bina. رحمت سلامت باشن حسبی با تبریک کننده ها خوش مرحمت کنیم پهلوان ها آماده شدن کنیم یا تبریک کنیم مرحمت Baba John saat roye İlohim kasal nashave digar fakat khande anamite مرحمت John imroz ruzi zodraston buda az hamma ruzi gandakon hamin ruz shavad дар ҳаёти худ бо дигар ғам набине садда дуре дар бахти мо соғу саломат боше یعنی حتی آغوش کنیم کنی بابا جانشونه
نه چوش میکنیم می مبارک باشد خوش در اینجا سبا خواهد شما تکلیف میکنیم سی کامره ما روز شده اشته نه تا نزدیکتر بیم کنی امروز روزی خورسندی از زمین خدا خواهد خاله جان مهربانی ما تا تبریک میکنم مرحمت السلام علیکم مهمانای عزیز اینا این کس خدا و یا خدا لیکن اکاوری ما اینا 20 ساله در جای پیش تمام شده زندگی کیسیم خدا دا شکر میکنم صحت سلامت باشید الهیم صد دوری هر دوتون فرزنداتون بزرگ خلواتش بینید چگونه رحمت سلامت باشم مرحمت یعنی این کس نبیره ها مرحمت السلام علیکم به همه بابا جانی من بابا جانی بزرگ الهی ما همین خیلی بیدیم و کتی بخناک برای همه شما در کلون رحمت برای ما همه خیلی کلام کده الهیم همه خیلی خوشبخت خیش این عشقی شما دیده بابا جانشان خورسند که در سرشان شما هم هستید نباشد وقتا نگیفته حاضر سرود شیخ میمونیم گیجا با همینجا یا بیرون و میرقصیم خوش همینجا میرقصیم بعد به امروزه رو دوام میدهیم هم برای امروزه بابا جان و آنها جان میرقصیم مرحبا
Yeah.
یک دلم نگاه نرا طاقت نداره دلم به تو چه کنم پیش عشقی زبا خیلی کوچکه دنیا با یاد تویم هر جا ترکت نکنم احوال زار دلم رو ندانی با تو بگویم که در آن روبایی به تو نتوبم نمره نمایه بر شام تو را من بیننده های عزیز این بودا یک لحظه خورسندی که در دهه اقصای دو بار اول مهمان شدیم در خاندان استاد عزیز دکتر مرادآمد. امروز یک جهان آن لحظه های خورسندی فراغتی که در حقیقت همراهی استاد هم صحبت شدن جهان بینی ما را یک چند برابر وسیع کرد که با چندین انسان های شناخته سمرقند همنشین شدن همراهی آنها صحبتی استاد عزیز را گفتیم. نیز در این روزهای خرسندی خوشبختی با ما مراجعت کنید. آن لحظه های خرسندی را پر از احساسات را با چنین تحفه های ارزنده و زیبنده در خانواده شما مهمان میشویم. با ما باشید. با شبکه شهنام برای مهماندار سلامت باشند. رحمت باشید. دیوانم دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش، دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. بیننده عزیزی ما عزیزان دید ما امروز آمدیم به یکی از آن جایهای استراحتی ناحیه از سرغام شهر جمعه. من امروز این جای را بینید، این طبیعت را بینید، این زیبایی را بینید و استقلالیت وطن عزیزمون چشم برسد که این خیلی زیبایی، این خیلی قشنگی و این خیلی وطنهای صاحب استقلال ارزنده است. نیز در این خیلی روزهای با این خیلی استقلالیت روزهای خرسندی توی تنتنه زیبنده است. در این خیلی روزهای خرسندی باشد ما اهل هنر در خدمت شما هستیم. نیز با ما مراجعت کنید. آن لحظه های خرسندی و فراغتی شما را مانند امروز زیبا کرده پیشکش شما میکنیم. با ما باشید. با شبکه شهنام سلامت باشید. زلفت خم زده قاشات قلم زده قاشات قلم زده عاشق خشرو شده روی دلم غم زده روی دلم غم زده زلفت خم زده قاشات قلم زده قاشات قلم زده عاشق خشرو شده روی دلم غم زده روی دلم غم زده قاشات قلم زده زلفت خم زده قاشات قلم زده زلفت خم زده
خوشا تا